یک راهکار عملی برای افزایش طول عمر مفید باتری گوشی آیفون شما. دوستان همونطوری که میدونید اپل همیشه میگه که گوشیتون رو بذارید بیشتر از 80% شارژ بشه و ترجیحاً باتری رو بین 30 تا 80% نگه دارید. حتی تو سری آیفون 15 این قابلیت رو اضافه کرده که بیشتر از 80% گوشی شما شارژ نمیشه. اما اگه آیفون ما 15 نبود و از آیفون‌های قدیمی استفاده می‌کردیم چی؟ اینجاست که میریم سراغ دومین قسمت از آیفون ماجیک که همون جادوی آیفون. خب دوستان خیلی ساده است، کافیه که وارد اپلیکیشن شورتکات بشید. اون پایین وسط نوشته اتوماسیون به همون اتوماسیون خودمون. اینجا نیو اتوماسیون رو میزنیم، میایم اینجا تو سرچ می‌نویسیم باتری. اینجا باید درصد درخواستیمون رو تنظیم کنیم. ما میگیم اگر باتری ایکوال یعنی مساوی برابر 80% شد، بعد میریم پایین اون گزینه ران ایمیدیتلی رو میزنیم. نوتیفای ون ران باید خاموش باشه. نکست رو میزنیم. بعدش میایم گزینه اسپیک تکست رو میزنیم. حالا تو این باید چی بنویسیم؟ می‌نویسیم باتری ایز، این هر چی بخواید میتونید بنویسین. مثلا من اینو می‌نویسم باتری شارژ شده محمد و دان رو میزنم. به همین سادگی باتری شما که بشه 80% اتوماتیک آیفون میگه که باتری 80% شده که شما یادتون نره از شارژ گوشیتون رو بکشید. اینجوری عمر مفید باتریتون خیلی میره بالاتر. دوستان حتما این رو امتحان کنید، واقعا تاثیر داره. بریم واسه سومی. آماده ای؟